بنده بخت در این کوی مبارک باشد. مرحمت و یکی یا برخش دوار وحدت گل خوشبوی مبارک باشد. خط داماد چو شمشاد بر پهلوی عروس بابای این سروی سمنروی مبارک باشد. سخنی گفته ای ما توفه تو یانه ای ماست، سخنی توتی خوشبوی مبارک باشد. عروس و داماد مبارک شود، منزل آباد مبارک شود. نوری خدای در این خاندان خانه آباد مبارک شود. عروس و داماد دو گل باغی تر از همه گلهای جهان تازه تر. گل بره و گل بسر و گل ببر، گل گلی نازاد مبارک شود. بارگاه خوش آمدید. نوریگاه تا کارسران خانمه که بالای این خان گذاشته شده است، البته با زحمت با محنت علمی برادر ارجمند امام گذاشته شده است. و به مادر بزرگ علمی خاندان گفته هستم که کردم سفر آدم و عالم دیدم، از سر و طرب همغم و ماتم دیدم. هر جایی به پارس احترامی ما سرهای بلندی آدم و خم دیدم. سرآور برای این خاندان، برای مادرانی هر که با شما یک قصه که بلند نزده برامد. مرحبا اگر مادری شوچه در اینجا بزرگ باشد، یک دعای خیر برای شوچه میکنم به ما باز را آغاز میکردیم. دعای خیر میخواهم ایا مادر ایا مادر، نهال عذاب انسان از دعا یابد کمال عمر، دعایم ده تا که نبینم زوال عمر. از آن روز که خود را بشناسم من، اگر بالیده باشم از دعای خیر بالیدم، اگر نالیده باشم با داریم از سرکشی خیش نالیدم.